جای چندم را گرفتی؟ جای اول. جای اول. احسن. چند کم مبلغ گرفتی؟ 25,000 سامانی. چند؟ 25. 25. کم کن. زیاد کردم. حاضر زیاد کردم. بعدی غیر 25,000 شما علاقه دانشجو میدونید نه؟ بله. که به امتحان بعد یک ختم میکنین خدا نگهبانتون باشه بعد ختم مکتب میانه حتما کدام کسب دوست میداری؟ کسب روزنامه نگاری. احسن. خیرت دکتری نگفتی دکترم. همین کودکا که نه حاضر نگفت دختر جان کلام شوی چی میشه؟ دکتر. تمام جمله میگه دکتر دکتر. روزنامه نگاره اصلا شاید که روزنامه نگاری خیلی بیشتر ایجادکار بشود شاعر و نویسنده ها شاعرها از زمین یکی مرتبه وی میگذارن ایجادکار میشه یکی ها هست. پدر و مادرت هست؟ همینجا حضور دارن؟ نه متاسفانه. با نگفتی بیا رفتی پیش پرزیدنت رفتی؟ چیکار میکنن پدر و مادر؟ مادرم خانه‌نشین و پدرم مهندس میباشند. مهندس؟ احسن. رحمتشون بگو. رحمتی کلانشون بگو. برای تربیت کردن چنین فرزند. خب ما به نهایت پدرت هم مبلغ دادند؟ ندادن نه؟ نو قبول شد. نو ما حاصل معین کردیم برای پدر و مادرایی که مادرانی که فرزندانشون با غالب آزمون میشن 10,000 سامانی تحفه و نامشان در وی پدر و مادرای نمونوی جمهوری تمام جمهوری تمام دنیا دا اعلان میشه. همیشه میشن با حرف زدید. حتی آموزگارانی که شاگردانشان با چنین مرتبه میرسند اونا هم مکافات پولی 10,000 میگیرن هم آموزگارانی وایده میرن. تو بسیار غیرت کلان کردی. تو برابر کلان سالا وای کردن. ما از جدا کردیم. نورسار علایده کردیم چون که آموزگار 70 ساله برابر شاگردش حتی 3 ساله ها قطعی صنف 1 قطعی صنف 3 قطعی در یک ردیف وای رفتن. و وقتی که من دیدم کمتر بی‌عدالتی بود. خواهی نخواهی آموزگار است خواهی تجربهش دیگر یکی کودکی که صنف 4 است برای همین جدا کردیم کاتگوری قطعی سن سال قطعی جدا کردیم که نورسارا جوانارا خلال نرسون باشه کلان سالا اشتراک کنن یکی در وای خودشون علایده. این بسیار خوب است برای اصلا خدا بسیار ولایت میشناسند. کن اینجا بیا. بیا این طرف بیا. بیا پیشانت. چهار سال پذیره ختم میکنه هست. خواندن کی باید بکرد؟ پدرت یا مادرت؟ یا خودت زبطش؟ هر دویشون خانه دوای میکنم. اکا خواهر دادر داری؟ کی هست؟ یک خواهر یک دادر. یک خواهر یک دادر؟ شما کلانی هستی یعنی؟ بله. آیله جوان دا بودی؟ 30 سالگی دا کی توفه داد؟ هیچ کس؟ رحمت هم نگفتن از طرف رئیس ولایت و از طرف رئیس نوریه. چی گفتن؟ توفه کردن. خیریت فراموش نکردی؟ آماده بعد میکنی توفه ما را میرسانی. نه من نظارت میکنم نسخون. خب آفرین پدر و مادرت یک تایی بوسه کن. جناب جالی بستن که رحمتی کلام بود. پرزیدنت که رحمتی کلام پدر مادر آفرین احسن.